تا حالا این سوال توی ذهنت اومده که فرقه فراماسونری و فرقه ایلومیناتی چیه؟ توی این ویدیو من قراره فرق این فرقه ها رو بهتون توضیح بدم. پس اگه میخواید بدونید فرقه ایلومیناتی و فراماسونری چیه، این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. از ایلومیناتی شروع میکنیم. فرقه ایلومیناتی بچه ها همونطور که میدونید یه فرقه بسیار مخوف و بسیار ترسناکیه که کمتر کسی تونسته اطلاعاتی ازش بگیره که به نظر من سطح امنیت فرقه فراماسونری از سطح امنیت فرقه ایلومیناتی بالاتره. چرا؟ من همینجام که به این چرا جواب بدم. بچه ها اگه بخوایم در مورد این قدمت این دو فرقه صحبت بکنیم، فرقه فراماسونری از ایلومیناتی قدیمی تره و میشه گفت حتی تو زمان مصر باستان، اصلا یه چیز عجیبیه که تو زمان مصر باستان که میگم مصر باستان خیلی یعنی مثلا 600-700 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی اینجوری براتون بگم زمانهای حضرت ابراهیم و اینجور چیزا، اون زمونا فراماسونری را شروع کردن به کار کردن و کنترل بر تقریبا یه جورایی میشد کنترل رو مصر بود اون موقع که مصری را کنترل میکردن و مثلا خدایانی میوردن، مثلا خدایان یکیش مثل فرعون بود و غیره که ما کار نداریم به اونا. و بچه فرقه ایلومیناتی میشه گفت تقریبا زیاد قدمت نداره نسبت به فرقه فراماسونری و حالا من دقیق نمیدونم ولی احتمالا فرقه ایلومیناتی نزدیک به 250 سال یا 300 ساله که به وجود اومده، شاید هم کمتر، میگم که دقیق اطلاع ندارم ولی میدونم که فراماسونری بیشتر اطلاع دارم چون من اول در مورد فراماسونری ها تحقیق کردم و یه جورایی تحقیق خیلی کمی در مورد ایلومیناتی کردم چون یه سری چیزا از ایلومیناتی ها میدونستم و چرا اینا نمادهاشون شبیه به همه، یعنی یه تک چشم اینجوری دارم و اینجاست که قضیه رو هی دارک و دارکتر میکنه. ببینید بچه ها، این نماد تک چشم نشون دهنده خدا بودنه و نشان دهنده اینه که ما بر همه چیز تسلط داریم. خوب گوش کنید، بر همه چیز تسلط داریم. پس برای همین نماد فراماسونری ها و نماد ایلومیناتی ها تقریبا یه جورای شبیه به همه، ولی نماد فراماسونری ها بسیار شبیه به نقاشی های مصر های باستانه که اونایی که باستان شناسی خوندن یا مثلا کتابی چیزی خوندن یا دیدن میدونن که چقدر شبیه مصر باستانه، ولی ایلومیناتی نه. ایلومیناتی کاملا یه طرح تقریبا مدرنی از اهرام ثلاثه، بازمون از مصر، ولی خب یکم مدرن تر تقریبا میشه گفت، یعنی زیاد همچین نقاشی مصری طوری نداره و باستانی نیست به خاطر قدمتش هم همونطور که گفتم. سطح امنیتشون هم بچه ها فراماسون رو کلن خیلی کنترل بسیار زیادی نسبت به ایلومیناتی داره و ایلومیناتی بچه ها این دوتا فرقه کارشون اینه روی این دست از افراد بسیار کار میکنن. مثلا فرقه ایلومیناتی روی افراد سلبریتی به شدت کار میکنه که ذهن مردم رو یه جوری بشوره، چون همونطور که میدونید بچه ها مثلا ترامپ بیاد یه علامتی نشون بده و امینم بیاد یه علامتی نشون بده، کاملا مشخصه که مردم امینم رو اول میبینن و بعد ترامپ رو. پس اینجا قضیه خیلی پیچیده تر میشه و این نشون میده که ایلومیناتی اینجا سیاست بهتری نسبت به فراماسونری داشته و روی افراد مثلا سیاست مدار زیاد کار نمیکنه، دخالت نمیکنه و بیشتر روی سلبریتی ها کار میکنه که اکثریت میبینید سلبریتی ها روحشون رو فروختن یا مثلا کارهای شیطانی انجام دادن و از این دسته افراد هستن که به ایلومیناتی پیوستن و هیچ وقت نمیگن که رفتن توی فراماسونری. مثلا شنیدید که بگن امینم فراماسونری یا امینم رفته توی فراماسونر و اینجاست که قضیه خیلی دارک میشه. یعنی ترامپ بچه‌ها زیر نظر فراماسونری است. ملکه انگلیس اصلا مهد فراماسونری ها فکر کنم توی فرانسه بود یا توی انگلیس، ولی خب هرچی بود که ملکه انگلیس خودش فراماسونری بود و
ایلومیناتی نبود، اصلا ربطی به ایلومیناتی نداشت، اصلا با ایلومیناتی اصلا مخالفن. ایلومیناتی رو ببینید مثلا بچه‌ها با این روش اومدن جلو که نمیدونم اصلا ایلومینات به معنای انگلیسی روشنگرا، یعنی چی میگم، مثلا اون کسایی که فکرشون بازه، نمیدونم روشنگرا هستن و اینجور چیزا. ولی فراماسونری بچه‌ها، ماسونری و یه همچین حالتی، اینا یه سری معنی خاصی داره، هرچند که معنیش نوشتم ولی معنیشون رو فقط خودشون میدونن، کسایی که عضوشون هستن و کلا بسیار پیچیده هستن و تا حالا اطلاعات زیادی از فراماسونری درج نشده، در حالی که از ایلومیناتی اطلاعات بسیار زیادی درج شده و بسیار زیاد. یکیش انیمیشناش بود لو رفت، نمیدونم یه سری اطلاعات جدید بود ازش لو رفت که میخوام توی ویدیوی بعدی که درست کردم بهتون توضیح بدم. و از این جور چیز، این که ما روی این کره خاکی بسیار زیبا و خوشگل با دریاها و اقیانوس‌های بسیار زندگی میکنیم و خوشحال هستیم و وانمود میکنیم خوشحال هستیم، این خبران نیست و همه چیز کنترل شده است و همه چیز رو دارن کنترل میکنن که بتونن نظم نوین جهانی رو اجرا بکنن توی کاراشون و به زودی هم به نظر این اتفاق میفته و کم کم کره زمینی دیگه وجود نداره و همه تحت سلطه این دو فرقه. بالاخره حالا یا فرقه اول فراماسونری برنده میشه یا فرقه دوم ایلومیناتی برنده میشه. حالا بچه این بود از این ویدیو و امیدوارم که اون حس ترس یا اون اطلاعات مهم و فرق این دو فرقه رو بهتون جای رسونده باشم و خوشحال میشم چنل منو سابسکرایب کنید، حمایت بزرگی از من میشه. ویدیو رو هم لایک کنید و همتون عشق منید و عاشق همتون هستم. فعلا تا ویدیوی ترسناک بعدی، بدرود.